سلام دوستان، امروز میخوام دو مدل از اجرای حرکت لانچ رو براتون توضیح بدم که توی یکیش درگیری عضلات چهار سر بیشتره، توی یکیش درگیری عضلات سرینی. همراه ما باشید تا این نکات رو براتون توضیح بدم. آیدین جان، پریناز جان، من برای اجرای این ویدیو همراهی میکنم. از اینکه شروع کنیم، پاها رو به اندازه عرض شونه ها باز میذاریم، یه قدم نسبتا بلند رو به عقب برمی‌داریم. توی اجرای آیدین دقت کنید، هدفمون اینه که عضلات چهار سر بیشتر درگیر بشه. بدن کاملا عمودیه، ساق پا به زمین عموده و فلکشن در از مفصل ران رو داریم. توی اجرای پریناز جان یه مقدار هینج میکنیم، از کمر خم میشیم رو به جلو و بعد لانچ رو اجرا میکنیم. بزنیم بچه‌ها. شما در ظاهر که نگاه میکنید هر دو دارن حرکت لانچ رو انجام میدن، اما توی این اجرا چهار سر بیشتر درگیره و توی این اجرا حرکت سرینی بیشتر درگیره، عضله سرینی بیشتر درگیره. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه.